نحوه استفاده از هوش مصنوعی به عنوان پارتنر در یادگیری زبان خارجی. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مازیار قاسم نژاد هستم، دانشجوی دکترای هوافضا. امروز در خدمتتون هستیم که نحوه استفاده از هوش مصنوعی به عنوان پارتنر در یادگیری زبان انگلیسی رو خدمتتون بگیم. خب ابتدا اگر اکانت چت جی پی تی رو ندارین، شما نیازمند این هستین که یک شماره مجازی از نامبرلند دوتایار چیزی که اینجا نوشتم میزنید و توی قسمت چت جی پی تی اوپن ای آی شماره مجازی رو از هر کشوری دوست داشتین میخریم. 6 تومن تا دیگه بیشترینش 27 تومن فکر کنم و وارد میشیم. یه راه دیگه هم اینه که روی گوگل کرومتون جیمیلی که خودتون دارین رو به صورت ایمپورتش کنید توی خود کرومتون. خب بعد اینکه این شماره رو خریدین وارد چت جی پی تی اوپن ای آی میشین. خب من چون که قبلا وارد شده بودم اینجا واسم پیغامی نیاورد. بعد برای اینکه بتونیم از این قابلیت پارتنر بودن و وایس چت جی پی تی به انواع زبون‌ها، حالا انگلیسی، آلمانی، هر زبونی که مورد نظرمون استفاده کنیم، نیاز داریم یه اکستنشن رو ما ایمپورتش کنیم. این چیزی که اینجا نوشتم و تو گوگل وارد کنید، این توی دیسکریپشن هم میارم و اولین گزینه‌ای که واسهتون آورد میزنید و اینو اد تو کروم میکنید، اد اکستنشن و تمام. خب اینجا میریم تو اکستنشن ها، میبینیم که وارد شده. یه بار میبندیمش، مجدد اینو بازش میکنیم و وارد چت جی پی تی میشیم و این قسمت میبینیم ریکوردر چت جی پی تی اومده و اینجا هم هر زبونی که بخواین میتونید باهاش صحبت کنید و جوابتون میده رو هر دوری هم که بخواین. ممنونم، امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید باشه. اگر مورد استفادهتون قرار گرفت و مفید بود، ممنون میشم که برای دوستاتون بفرستید.